انقلاب 1357 برای بسیاری از ترکمنها امیدی برای بازپسگیری زمینهای غصب شده، احیای فرهنگ و زبان ترکمنی و مشارکت مستقیم مردم در اداره امور خود بود. در چنین فضایی جنبش شورایی ترکمن صحرا در سالهای 1357 و 1358 شکل گرفت. جنبشی عدالتخواهانه برای زمین، فرهنگ و خودگردانی محلی. ریشه های این جنبش به سیاست های دوره پهلوی باز می‌گشت، دورانی که با اجرای قوانین ثبت املاک بخش بزرگی از زمین های آبا و اجدادی ترکمنها به نام خاندان سلطنتی، افسران ارتش و مالکان غیر ترکمن ثبت شد. در نتیجه مردمی که قرنها بر این سرزمین‌ها کشاورزی و دامداری می‌کردند، از زمین و معیشت خود محروم شدند. همزمان سیاست‌های فارسی سازی نیز زبان و فرهنگ ترکمنی را تحت فشار قرار داد. پس از انقلاب و فرار بسیاری از مالکان، دهقانان ترکمن بخشی از زمین‌های خود را بازپس گرفتند. شوراهای مردمی در روستاها و شهرها شکل گرفت. شوراهای دهقانی، ماهیگیران، قالیبافان، زنان و معلمان. کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن و ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا نیز در یکی از بیانیه‌های خود از تشکیل ایالت خودمختار ترکمن صحرا از جرگلان تا دریای خزر سخن گفتند. ترکمن صحرا برای مدتی به تجربه‌ای کم نظیر از خودگردانی مردمی و دموکراسی شورایی تبدیل شد. اما حکومت نوپای جمهوری اسلامی این جنبش عدالتخواهانه را اغتشاش قومی معرفی کرد. در فروردین 1358 نخستین جنگ گنبد و در بهمن همان سال دومین جنگ بر ترکمن صحرا تحمیل شد. در جریان این سرکوب‌ها 4 رهبر برجسته جنبش، شیر محمد درخشنده توماج، عبدالحکیم مخدوم، طواق محمد واحدی و حسین جرجانی پس از شرکت در مذاکرات با نمایندگان حکومت بازداشت یا ربوده شدند. چند روز بعد پیکر آنان در جاده گنبد و بجنورد پیدا شد. بر اساس روایت‌های منتشر شده از سوی نیروهای سیاسی و فعالان ترکمن، آنان پس از بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته و سپس تیرباران شدند. در آن زمان مقامات جمهوری اسلامی مسئولیت این قتل‌ها را نپذیرفتند، اما بسیاری از منابع تاریخی و فعالان ترکمن نیروهای سپاه پاسداران و صادق خلخالی را مسئول این جنایت می‌دانند. قتل این 4 رهبر ضربه‌ای سنگین به جنبش شورایی ترکمن صحرا وارد کرد و بدین ترتیب یکی از مهمترین تجربه‌های خودگردانی مردمی در تاریخ معاصر ایران سرکوب شد.